آگاهی به آنچه که هست راه مستقیمی را به سوی آنچه که باید باشد نمی‌گشاید. از دیروز درس بگیرید، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. مهم این است که از پرسیدن باز نایستید. عمیقاً به طبیعت بنگرید، پس از آن که همه چیز را بهتر درک خواهید نمود. عشق نسبت به وظیفه معلم بهتری است. حافظه فریبکار است چون از وقایع روز رنگ می‌پذیرد. اکثراً اصول علمی اساساً ساده هستند و قاعدتاً باید بتوان آنها را به زبانی که برای همگان قابل فهم باشد بیان نمود. اکثراً مردم میگویند که هوش است که یک دانشمند را برجسته می‌سازد. اشتباه می‌کنند. شخصیت است که این کار را می‌کند. هرگز کاری را برخلاف وجدان خود نکنید، حتی اگر قانون از شما بخواهد. هیچگاه یک کنجکاوی مقدس را از دست ندهید. انبوهی از آزمایش‌ها نمی‌توانند ثابت کنند که من درست گفته‌ام، ولی تنها یک آزمایش می‌تواند ثابت کند که اشتباه گفته‌ام. وقتی محدودیت‌های خود را بپذیریم، می‌توانیم از آنها عبور کنیم. فقط دو چیز هستند که نهایت ندارند: جهان و حماقت انسان‌ها. و تازه در مورد اولی هم مطمئن نیستم. مردم عاشق شکستن چوب هستند. این کاری است که نتیجهش بلافاصله مشاهده می شود. سیاست مربوط به زمان حال می شود، ولی یک معادله تا ابد می ماند. مطالعه پس از اینکه به یک سنی برسید، ذهن را بیش از حد از کارهای خلاقانه دور می سازد. هر کسی که بسیار بخواند و از مغزش خیلی کم استفاده کند، دچار عادت تنبل‌ها یعنی تفکر می گردد. چقدر کم هستند کسانی که با چشمان خود ببینند و با مغز خود بیندیشند. سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید. ما یا سلامتیمان را از دست می دهیم یا روحمان را، و یا اینکه چاق می شویم. فرق بین حماقت و نبوغ این است که نبوغ حدی دارد. محیط یعنی همه چیزهایی که جزئی از من نیستند. هرچه سریعتر بروید کوتاه‌تر می شوید. ترس از مرگ غیر عقلانی ترین نوع ترس است، چون آدم مرده اصلاً در معرض خطر تصادف نیست. آنچه که درک آن از همه مشکل تر می باشد مالیات بر درآمد است. مهم این است که از پرسیدن باز نایستید. زیباترین چیز مرموزترین چیز است. این همان منبع همه هنرها و علوم واقعی می باشد. غیر قابل درک ترین چیز در مورد دنیا این است که قابل درک می باشد. تنها چیز با ارزش واقعی قوه الهام است. تنها منبع دانش تجربه است. راز خلاقیت در این است که بدانید چگونه منابع خود را مخفی سازید. ارزش آدمی با آنچه که می‌دهد معلوم می‌شود، نه با آنچه که می‌گیرد. تمامی دانش چیزی بیش از پالایش افکار روزمره نیست. زمانی می‌آید که ذهن به سطح جدیدی از دانایی می‌رسد، ولی نمی‌تواند بگوید چگونه به آنجا رسیده است. نمی‌توانیم از انسانیت ناامید شویم، چون خودمان هم انسان هستیم. نمی‌توانیم مشکلاتمان را با همان ذهنیتی که آنها را ایجاد کردیم حل نماییم. خیلی باید مواظب باشیم که عقل را تبدیل به خدا نکنیم. البته قدرت دارد، ولی شخصیت ندارد.